همه چیزمون فرق میکنه، حتی ادکلون زدنمون. مثلا در کشورهای مختلف طرف ادکلون میزنه تمام، در ایران طرف ادکلون میزنه همه جا. چه حالا اینجا اشکال نداره میخندید، بدبختی اینه که میگفت آدم میره مراسم ختم، همیشه در مراسم ختم خنده‌دارترین چیزها به ذهن آدم میرسه. هی خودتو کنترل میکنی. به قول دوستی میگفت رفته بودم ختم بابا یکی از رفقا، دم در اومدم بهش بگم که مرگ حقه، گفتم حقش بود. اون بدبختم فهمید که من دارم چرت و پرت میگم، گفت برو بشین حلواتو بخور، زرت و زرت نکن جا. در ادامه بحث تفاوت پسرها و دخترها نگاه کنید، مثلا اس های تولد که واسه هم میفرستن، فردا تولد سحر، سارا براش اس تولد میفرسته، متن اس رو نگاه کن. عروسک خوشگل و مهربونم، خوش اومدی به این دنیا. اونم ذوق زده میشه اس میده وای میسی. اون وقت پسرها واسه هم اس تولد میفرسته، نره خر روز نحس تولد مبارک. اونم میگه باشه جنازه.